سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید با من. بخوام چند تا چیز رو بهتون نشون بدم که اصلا از ارزش خرید و اینو خوشگل بدم، ولی حیف پولم بود که ریختم دور. این ساعت اسمارت واچ که وقتی خریدمش متاسفانه سوخت و توی که میبینید اصلا دیگه روشن نمیشه. حقیقتا اصلا دوست نداشتم که اینو بخرم، ولی دیدم خوشگله و خریدم. این ساعت طلامه که خیلی خوشگله، ولی جوری که اگه ببینید، نمیدونم چرا ببینین یا نبینین، ولی ببینین چقدر برام گشاده و حداقل باید 2 نمره کم بشه. حالا سراغ ادامه ویدیو. این خیلی چرند بود و اصلا ارزش پولمون نداشت که این پول نازنینمو بریزم به سطل آشغال. بعد این ساعته بود که اینجوری تکون میخورد و اینجوری ساعت نشون میداد، ولی متاسفانه وقتی که آوردمش خونه هم این شیشه روش کنده شد. الان بردم ساعت روش درست کرده ولی دیگه این تکون نمیخوره و ساعت درست نشون میده. اینم که نگم براتون دیگه، خودتون دیدین. واقعا این چند تا چیزی که بهتون نشون دادم واقعا قابل خریدن نبودن، خیلی قیمتاشون گرون بود ولی من خریدم. اینم بهتون نشون دادم، اینو خریدم، یه بار ازش استفاده کردم، سوخت. کلا همه چیز سوخته کلا. پس دیگه ببینیم که پولمون آشغال نریزیم. یه چیزی دیگه هم دارم، این هدفونه که این فیلمش رو تازه رفتم نصب کردم ولی برام کوچیکه، چه بیارم پایین بزرگ میشه، ببرم بالا هم کوچیک میشه و یه حالت متوسطشم روی گوش وای نمیشه درست. پس لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه که این رفت برای داداشم. بای. و بچه ها زودتر بذاریم به 550 تایی برسیم تا بتونم براتون لایو زنده بگیرم. بای.